شمس‌الدین میرزویف در یتیمخانه به وای رسیده است. او بعد ختم مکتب اینترنت و آموزشگاه در فاکولته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرد. اما میرزویف میگوید صاحب معلومات و تخصص بودن هنوز برای پیدا کردن جای کار کفالت نمی‌دهد. وقتی من در صنف هشتم بودم فهمیدم که مادر دارم، اما او بیماری روحی دارد. دائم در بیمارخانه است. شمس‌الدین میگوید در یتیمخانه او رخت خواب و هنگام تحصیل در دانشگاه صاحب اتاق بود، ولی سال گذشته شمس‌الدین را از خوابگاه بیرون کردند. زندگیش را از حساب پسندازی پیش میبرد که در کنار تحصیل کار کرده و جمع آورده بود. اگر من یگان اتاق و ثبت جای زیست می داشتم با آسانی جای کار پیدا می کردم. ثبت جای زیست منزل زیست ندارم. هنوز در سال 2010 هنگام افتتاح بنای نوی مؤسسه تعلیمی با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، شمس‌الدین میرزویف از پرزیدنت کشور کمک خواست، اما دوره تحصیل پایان یافت، ولی این جوان از مقامات خانه دریافت نکرد. همه ساله صدها نفر بنابر رسیدن به سن بلاغت و ختم تحصیل از یتیمخانه های تاجیکستان بیرون می شوند، اما اکثر آنها از خانه استقامتی که طبق قانون برایشان پیش بینی شده است بی بهره می مانند. در پیدا کردن جای کار نیز مقامداران به آنها کمک نمی کنند. پاسخی صحیح ندادند. این مسئله از طرف گروه کاری و مقامات اجرایی بررسی می شود. مهلت آموزش مشخص نیست. در تاجیکستان برای آنهایی که ثبت اقامت ندارند پیدا کردن جای کار تقریبا غیر امکان است. این افراد برای رهایی از گرسنگی ناچار به کارهای وزنین و کم درآمد مشغول می شوند.